جمع کردیم، جارو کردیم، ظرف شستیم، دیگ کردیم، کاسه کردیم، چی کردیم کالام چپ شد. مادر بخی روز کالایتا دینا روز کالا پوشیدیم بچه. نپوشیدی مادر به فکرت نیستی 4 روز میشه چه کالایتا تبدیل نکردی. خدا خیلی بیش کنم وان سر صدا نمیشن کشی گپا الو صدام گرنگ است کاش آرزو را زنگ میزدم برامد رفته بودم خانه نمزادم اونجا همراه بیبی رفته بودم دشار نیفهم به اتفاق چند چه قسم شده بعد بیبی من دشاری لاته من نمیفهم بمش کن فیام قرفزگه من نمیفهم که دختر چی شد بس برای خدا شایطان رو که دختر بیکم دختر کردیم زمین بزنش که متر بالا جای به جای شود رسته نمتر رسد میفهمد من سوال ندارم باش اینجا که بیفهم ای خدایا ما چه من جای رکنه سواره من نزمی کجا میزن جارو میکنه کجا میورداره یا خودش نزنه آدمان باشه غلیمت از رخ گمش نمیدانم بارم میشه که انسی مجور کنه باید از یه دوشک نیست نمید از یه دوشک خیلی که بیمونیم کده حسابم بخی خراب شد خب خدا اگه خود تو دختره که بارم تو یک دفعه خب بیا تو ای خدا مشت که ما پیش همین برم که چی گفته و مادر میشن تو گپا رو میزنه بچه شما خوی گناه را کرده تنها خوار ما نبود خوار ما را بچه شما بد را کرد خوار ما تو نفر نبود که بگریزه از خانه گم شود یک دمی کیف بکنم رای همین مگذر گپ بزنم ای خدا مریم ما تیرا تو دست به 5 دقیقه یا 10 دقیقه بیاد تو 1 سال شک رفتی گم هستی مال نیست تو کجا رفتی ها؟ هستی؟ کجا هستم که نیستم؟ سلام اما خوب هستی؟ والیکم شکر تو بکن وقتی اینجا کام کل نسوارم گفت ده باشه هستم شب دخترم چند دفعه شب چند کل نسوار من دختر بودم تو بگی بکن اینجا که باشه اما مریم کجاست؟ ما دختر متریم نسوار من پیدا مریم چی بگی مریم رفتم پشت نسوار برای در 1 سال شکل گم شده آره میدیست بخور دو گیم کنم جا خدا نخواست فرار نکنه کی همه کجا ببرم خال ما فرار نکرده بچه تو فرار شده چطور نکرده خودش فرار کرده دل درگذر کار نشه میدیل درگذر نمیجاست دقلق تیز میکنه دل خود درگذری شده نگوری یک گینام بچه ما چرا بد میکنی
اما جان چای خوب و خوبی براتون بگیم به خاطر که به مادرم آرزو مادرم گفت که تو آمده بودی بر شنگان گپ گفته بودی. چی گفته بودم؟ درباره خوارم. خوارت خودش گریخته که مچم چی و چی تانه داده بودی. یمی کارا خوب نیست. ما کل ما میفهمیم چیز که بیان است چی حاجت به بیان است. بچه‌ت خوار مگریختونده. خوار مو رقم آدم نبود. بچه تو سگرتی چرسی هزار کاره و کسبه اینا مو بدراک از خوار من طلا پیسه کل چیز من ندار من گرفت بود. خب اگر سوام تو هم بگذی بوری که یگان تا پیدا شود بزرم بلمی کمیم گریختانه یک بچه داشتم من خاطر خوار تو و بچه و بارم چوکیدار ساختم روزگارش میگه خراب ساختم. اما جان کلام هستیم به مخاطر به مادر و بانتون گپ میزنم ولی امیر بفهمین گناز بچه خودتان است این خاجت نیست حتی قبیه به مادر متانه بودی که دختر خودت گریخت. بسیار فکرین تو به من اسوار پیدا کن اصاب مارام شب بود مکه تو سهی گپ اسوار اصاب تو نارام میکنه آرام نه میخیلی میگه اون خلقتون نصاب نباشم از زشت میرم باز که تو میخورم تو این دفعه گفتم نسوار ضرر داره امی چند دفعه گفتی امی سیگرت نسوار امی چیزا رو نکشید نزنید تو تگرشم که بیافی تا که بیار دختر کافیز برم بکل تو اما تو این بچه تو کجاست؟ بچه دستگاه مال چی کردی؟ دستگاه مال تلفن ما برم یه دفعه خاطر ببید بچه 3-4 روز از ببید بیخی گم شد نه تلفن شوخ میکنم تو کجا میری بچه تو بشی که خورد کردم برم خورک یه دفعه حالا مادر ما بگیرم که چی شد چی نشد نه چند روز است که بیچاره سر درکش نیست برو اونجا شاید 6 تا باشه بده اومدن کجا 6 تا دلش طاقت نه چقدر بی طاقت میبود از خانه میرفت ما برم یه دفعه اول شو بگیرم زنده باش خیلی دیگه متوجه خوردم باشه آدم نیتم بعدتون به قراص ببین که چی میگه چی نمیگه باز سر صداش نکشی خب پدر ما نگفتی نه دیگه چی بگم میرم میگم رفتم بالا برم بابا یا الله ای بابا دوست به گم مرگدم تا بالا میگردی بخیر میرم برم پشت مادرم برم دسکولک تا گرفته یا نه یک خوینه برام چپانی پشتم که برم نه دیگه که من میرم حالا خوراکت خبر تو گم کرد من 2-3 روز گم است نمیفهم خانه کی است خانه کی نیست بابا خو نیست حالا اولش مالم نیست تلفنش هم رخ نمیکنه برو تیچه خودی کارا نکن او رفته کجا رفته اون بیادرکش هم نیست حتما کدام بیادرک خود کدام جای رفته و بیادرکش میرفت که چی بیادر خود می بود یک زنگ میزد دیگه میگه دلم نارام است ما پیداش میکنیم و تو چی دلت نارام است از چی پیدا میکنه قرار گنده خیلی شیشتی و بیچاره پیچ سفید داگمک شد چی شد خانه کی رفت خانه کی رفته بود یا پرسان کرده بود گفتن نیست خب از این کدام میرفتی بچه رو گرفته میبرد اوجا کجا میرفتم خانه نامزاد نه تفت نرسی جوش آمد بچه کدام پایوازی شد چی نخوری شد چی گفتم اورو پیش براتون ببرم مردم ببینیم از افتاد جای ببره بینی بخیر برو تیر شو برو نه برو حالا ما برم بشم برم کالب ما پیدا میشه آره گم شو چی کن بیچاره مریض کجا گم میشه هیچ گم نمیشه هوشیار است که هوشیار است بخی طرف خوار تو رفته خوار چقدر هوشیار است بیچاره که برد مادر مدرشار گم کرد آمد حالا خوارم کرد خب برو کار شد منتها پشت گپا رو بان میایه اگه نامد برو گپ مرا باز نمی نشانی باشه میگه تمر کتونم بیادر خود کدام جای رفته یا خانه مخورخنده خود تو خب غیر از این گپایت نمانی پشت بیچاره بگیری که رفته و جان از خبر نداری که بیچاره چقدر مریض از بچی حالت است حال مریض است خود صحیح خودن مریض است میگی صحیح اونم سرکش یک ذره کوگوش نبودار چیکار تو ما برم گمش کو که یک دفعه دلم زیاد نارامه تو برو کنار باز تو اینجا کدام چیزی میشه باز تو یک کلک گردن من تو جو خود جور خود شدی چرا مخفیرش دست پای مانده نیستم تو ولی سر سفید باشم شکر خدا برق خوری تا من برق خوری بالا میشم کاو خوری را میگردم ما برم بچه که داری میگه کجاست سرکار وظیفه خود است بعد از 25 سال 30 سالی رفته حال کار میکنه چند سال است 25 سال نه معلوم نیست به خودتون معلوم یا خوشش چه کس خواهر چه خواهر تو بریختاندن دخترها و گپا که میفهمم چه قش شب داری میکنه روز کجا میباشه خب چاکیدار شب روز کار میکنه خب این بخیش مانده میشه شب کار میکنه روز کار چی کنن به شب روز کار میکنه یک پنج خب خیره جای چاکیدار شب بکن من امر بچه داره ما جایش ندیدم میداد که من جایش میداد یک زک بخته میکن کاسه که دیگه من نقطه میبردم برش تو مادر هستی بچه در جای کار میکنه تو نمیفهمی کجا کار حالا مدار جای کار میکنه که زن از پیش بره تو کجا کار میکنی ضرور است در این زمانه در این شرایط نه اینسه کو تو که من هیچ خانه نمیره بچه کلیک کار میکنی من کسی متوان کلیک دادیم تو کجا دکتر هستی تو نمیگی مادر میکنی من چه خبر دارم
تو دکتر هست یا نیست یا میری بود پالش میگی؟ من خبر دارم جاش دیدیم کلینیک دیدیم. اما جان من دکتر هستم، بچه شما نوکری یک نفره خب میکنه. تو دکتر خودتون چوکیداری میکنه. تو دکتر یک کانال رو نواز کانال درک کنی کنی در گوش دارو که دست میره خپون داندی. دکتر هم تو میباشه. برو خدا پیش من دکتر نگی برو ما دست. همین خلاصه براتون بگم بچه تان خوار مرا فرار دادن، نه چوکیداری میکنن نه دیگه. بچه تان پیدا کنین. هر چیزی که میشه خوار ما شمارش گرفته، خوار با تلفنش یک ذره یک سری بود حتما گرفتن فروختن. سیم کارتاش شکستاندن، هیچ همی هر چقدر زنگ میزنم رخ نمیده. خیشما زیاد شلس خوب کرده. خوارت بازو رفته خوب کرده که نوش جانش. یعنی میفهمید من خب میگم که بچه ما دادن نیست که دادن نیست خودت نکرد تو هم کس دیگر کرد. وقتی شما زیاد سر بچه مثلا خودم فشار انداختین فشار آوردین خوب کرده برید بخدا خودتون پیدا کنید. من خود پیدا میکنیم ولی او به جان بچه که اگه بچه تا خوارم دیدم بازو بچه تا مورد رقم نمیمونم 12 میبرمش. برو کش برو خیلی من خودم رسول ندارم میام من اصلا نجا فیگور میرم برو من خودم در بیل دیگه سن نرم برو میگم سن شو به هیچ گپ زدن خدا نمیفهمه به خدا. ای خدا خب خیر یک دفعه بچه تا پیدا کنم امره خوارم باز من میبینم پیچکاری ده گوشت میخله یا درک یک دفعه بچه پیدا شوه خوارم پیدا میشه. من خب میفهمم بچه دختر ما را گریختانده خدا در چیال روز از تلاملا را فروخته باشن تلفن را فروخته باشن. ای خدا اما یکی دختر دیوانیم که اگه سوال نمیاره یکی هم از پیش من سنم فکرین میگه من کسی وقت کس خوشم نمیاد کسی وقت گفتم میدیم من کلمه میکنه که اگر کلمه نخوری تو روزی نخدر شک نسوال ندارم 3 سال 4 سال میشه دختر رفته نسوال با من آورده باش که با صورت یک پرزن بزن میشه شمارش باش شده همین نسواری چی شده با؟ میفهمی چی کردم رفتم تو پیشتر گفتی که تا ندادم ایمنی من رفتم گفتم باشه امروز یک دفعه گپ بزنم آمده هستون من بچه من نبرده خوارتان راست میگم کدام دروغ میگم خوارتان رفت گریخ کرد کدام توی دیگه کدام چیز دیگه یک گپای میزنم تو دکتر هستی که بچه تو چی هستی تو دکتر نیستی خودم دکتر حیوانات هستی یک گپای به من زد میگم بچه کجاست میگه بچه من دکار نمیرفتی پیشش من رفتم گفتم باشه به شما یک گپای دیگه نگوید دیدم که یک رقم به خدای چی رقم است منو میگه ببینید کنجای خانه که نسوانم باشه اصلا من خراب میده که بودم خود که توسیه چند فهم دلم که زموجی میدیم که دان داشته برش مایده کنم دمی که میامین کلیش خراب است نسوار برش نرسیده آمده این سرنج پر گفته میره من بسیار از دیده دارم من خیلی نمیخواد کدی سرن نمیشه سیدنی چی کارا میکنه دروازه باز است میخی دروازه اولی هم دروازه سرای بار شده وقت شده باش کار نشه بیره بار بود دیگه با مچی خدایا دختر تو یک دفعه بیایی تو سلام مرد سلام تو کجا بودی؟ جو بودم رفتم تا چی رفتم بازار رفتم تو رفتم یک خانه از اجازه گرفتی؟ رفتم اول دکان بابا گفت تو برو حاله یک نیم ساعت بعد بیا باز من نیم ساعت رفتم خانه از او 6 تا گفتم تا بابا بیاید خاله خیر بابا دیگه کس نبود دیگه نه یک بابا پیدا نمیشه جان بابا رفتی خود تو هر زمین نسوار بیاد آره خب بیر جای نسوار پیدا میشه بیر نسوار بشه سر بیت میاخر کجاست من گفتم مال کدام نسوار خراب نه رو کی من میفهمم من گفتم اونمو که مادر من میشه میگیره اونم از بده دیگه میشه کامل خانه کی رفت مرنا مونیشت خیلی چند کنه دستش بگیرم بعدش میاد تکان میتفاقم اگر پشت ما سعی کنم چی سعی میکنی پشت سرتا شروع تا بگیم که در جوی نفتی های نه بدم تو پول نه حالا میگم خودم در خانه کی رفت کجا است ما نمیفهمیم جواب شما نداری غیر سوال پیدا میشه دل مادرم ناراحت به خاطر مادرم رئیس نه پیدا شدن شما منظور از این که میگن خدام کجا رفت منظور میگم خب باز مریض از سرش ضربه خورده بود باز اقا پولیس ما با خدایی سکو بچه نه امروز چشمای خود بسیار نال دل مام تشویشنده من دخترک مریض بسیار عجیب شما خود
اون که اینجا کدام جای نفتی کدام نه گفتم مال خون بچه رو کجا برم بچه رو خونه برم برم میگه والا اولش بگیرم زود کرده پاس روان میکنم موبایل روان میکنم برو ببینم کجا هست با خدا کنال مال پاس داخل خانه کردی باز بایدم قرار میشینه پالیم نمیره دل ما نارام برو خانه برو برم با پالومش یک کبیر کرد سال عجیب کرد آره از یک کرد بیان شلوک پیدا میشه این بخیر پیدا میشه خمیده مادرم که اینال بره پیداش میکند جابه کست بگرده مسئله مادرش که باشه خودش بود بشه نه دیگه بچه می دیگر تخونه توی تشویش جگر خونی پای مال یک ذره جور شده تو حدث تو کاش که نمیامدی تا نمیشتی که من میرفتم زود کده به اجازه میرفتی باز گپ بزن اجازه از ما تو را اجازه کی کشیده که اجازه بگیرم برو دیگه برو تیر شو اجازه تو با خدایا کاش گم میبودی که میرفتم تیر میشم برو تیر شو خدا ای چه تو ولا گشم با قریده سر رای موزه شد نشه او از تو بتر تو با باید با چی میکنی باش پاره کامل دل تنگ شد اینجا با آب از بیا ما نه نه آب شد خوب آب شد تمام وای بس کرده ول سه شوشتم نگوجه سعی کردم که اینو مادر بیسکالات گرفتم باز روانه کجا میری باز میرم مادرمو میپالم این حال تو لازم است که تو بری مادر تو بپالی حال دخترا گفتم شاید خانه کارخنده‌اش هست طرف دارالمان کجا رفته کاتونم بیادر خود من چون کدام حتما پیشم بیادر خود رفته کجا رفته اینجا هست او گم نمیشه نمیفهمیم بچیم خاک کوچه در پای بیبی تو مادر چشته تو فقط تو پشتی نفان نگری پر بخدا این حالا که برآمد که رفت اونجا میره از اون لیلام فروشی این یک پنده که کش کده میره ضرورت چی و چی مورد میکنی چیزای لیلامی چی میکنی خانه اونو پرسیده که هر بغل بیبی که هر چی دنداختن تو هم بودم میدیگه بانا پیدا کنی پدر آلگه بویم کار چیزی که نه جان پدر حالا که هر دقیقه جنگ دو سر صدا خو نمیشه حالا چی گپ است که تو میری باز که نال رفته بود یادت است او دفعه که رفت که من چون پای مچ خورد که چی کرد تمام روز که سبان برداشت که سبان میگشتاندمش یادت است مادر بیشتر چی تمام دن میخوانه دیگه جای خونه میره آره خواهی گویت نیست بچیم که چی جبر است ای حالت سعی که تو یک حق سعی که دیگر سعی که یک جای مفته یک خدا ناخواسته یک پایش مشکل یک دیگه میشه باز خدا نکنه حال به امید پای شکستن سر شکستن بیشتر بعد مجبور در خانه بیچیم با گردن کی یه چیز میخوانه نبرم با گردن ما مفته جان پدر تو به چی جبر است برو همون میایا پیدا بشه خدا میره بولد بچه روز خوش اومدن دم دردیست کاش که هیچ نتانه میشه میرفتم تو بالا میرفتم برم بیا از تو خوره کمی تاج من خدا تیارم کردم چپن یارم پشم بیرون برآمدم دمری ما که نه نرم میرو باید برکتت باید میتونم ما برم بچیم نه تا حال پای بازی کردیم نکنم بچه رفته نه چیز بچی خودت ما برم نه اگه میره باید برم نه میری برو بیشتر خانه کالا استان سلامت دارم چه رفتی نه خودش میره بچیم نه منم میمونه نه خوره که یک ذره بیادر تا نصیحت که قربان چم حالا صدقی چم چه قبولم کلانه چه قبولم به خود خودم میشرم پرش حالا مادر مثلا که دو سه روز از به خدا دیگه شام دلم نارام کارم من میگم خدا نخواسته پیش صفحه زدم کردم تا خیلی کردم تا جای لولش میدادم کردم چقدری افتاد خبر نداریم خدا این سه روز چهار روز بیخی دلم نارام چک دلم خون است که خودش کارش من میگفتی که خودت برو خودش میره محترم بازی میکنه میگه برو تو بیش ما باید رای میگم باید میره باید کدام میره وان است که باید میره و باید تو رو نمیره و بچه ندیده و چرا تا هنوز نرفته قربان چم با چیزا رو که برای نه پای بازی کردیم نشین خوری کردیم نارس کردیم به خاطر بیبی خود میره چرا نمیره او پشت کوچه برای تق بزنه خبر بگیره خبر نه نمیشه خورد خانم خاطر از اینکه حالی بیادر ما هم نه گوش که اقال یک روز من اندازه که توبه بیخی دل ما رو سیاه کرد از زندگی آدم روز تا فقط گفتار باشه تو شدی تو بچیم و قوصله داره تو که دیگه بزنی گپ میزنی برو امیم از خیر اول بعد است ما زبان بازی کنیم امرای امیم کلان است بازم یک گپای زد که بخی پشیمان شدم از امرو رفتن تقصیش نباش و از دل پر خود گپ میزنه به خاطر که بچه شکست گفتم بچه من نیست رفته کار گرفته شامی شده نو در کار میگم خیلی جای کارشو بکنم برم دل ما جمع شد دل ما جمع شد بچه اینجا کار میکنم ما بریم پیشتاسونه در جای دیگه بگردیم من حیفم گفتم تو چی رقم مادر هستی جایی که بچه‌ت کار میکنه تو نحیفم بچه‌ت کجا کار میکنه همون زنده باشه همون مرده باشه بخی یا احساس درک ندارن به خدا به نام احساسی چیز نمیشناسه خوره ناف جگر ای خدا مریم بیچاره که تزریقم
بخاطر دلم به او بیچاره میسوزه. یگانه نرمالشون هم مریم هست. بیچاره است دیگه یکیشون. غیر خوراک خدا جگر خون نکو. ارزش چطور جگر خون نکنم؟ من سربت حالا مونده من خور تو چی هستی سوار شما میگریزی. مالک ده گلون منو بگیره. برای میگه سوار شما میگریزی. بگو ما قیلی نیستیم که بگریزی. گفتم بچه تو گرفته. یا دختر کلمه خراب کردی او دختر فکرت باشه من او زن موی تو نیست و دیوانه زن من چی رو جان میکنم تو بلو جان میکنم قول مغول نکن میکنی نمیکنی این اومدم بیا جاسی من جالسته نمیتونی من بابا یک دول داد دیگه من چی تو کنم بابا یک دول داد از برش دنگت بزنید دل خاله یک کنم فروشه اویش هم ندیدیم دیگه یا دی بدید البته کوچه وقت کوچه میری مجا یک تا دو تا آوردیم که چند وقتی تشوه به اون فکرم خمه بودم تایستی گانه بودم داری جایی منی که میگفتم نسوار من بیار نسوار من بیاری یادت نمیره فکرت باشه دامه ملا کیف کرد بچه جان مادر خود بخو یک دختر نازدانه دارم قربان دخترم شام نگاش کنی که دیگه نوقت نبی جان مادر خود خب از خاطر خودم از خاطر نسوار است نه خوب نسوار یک کیف کردن میال میبینی که ای درگ سر ما باز شده نه داندن داختی چی تو کیف کردی از بویشم کیف میدی این بویشم که من برسه من کافی است نام خدا یک نسوار خوب شادی سرشا چی داد دخترم مادر رفتیم پیش همیم خب به خاطر که گفتی تا نداده رفتیم پیش گپای میزنم گفتم بچه کجاست میگه بچه من رفته کن تو چرا پیش همه درستی؟ رفتم گفتم باش که اینه تا نمانه داده از گناه خور مختلف نیست گفتم بچه تو گریختن خور ما بوده نه بچه به کار رفته بچه به کار میکنه شب و روز دروغ خدا بزنه بچه از اوره اما من اون روز خودت منی میکردی که نرو مادر نه باز خودت چرا رفتی؟ تو را گفتم نرو که جنگ نشه دیگه چون همسر نشم وقت رفتم گفتم بارمی هم روی همین گپ میزنم کلان است حداقل از من که دفعه زیاد از نه یک گپای میزنه به چی گفتی تا موش میکنی من میگه سبا که این خورد گریخت سرما میکنی سبا شما تام که بگیرید مادر پی سرما بگو تو هم هستی تو بگو دوست هستی یا دشمنم دکتر هستی بچم چی هستی کار مبری من نشه پایین تو دیدیم بگویم تو در پاهانه کار میکنی خودم چی کار میکنی حالا بگو بچه تو در کجا کار میکنه گفتم بچه در کجا کار میکنه میگه من خبر ندارم شب خانه را درست وقتی بگو اما جان خدا مریضت نکن وقتی مریض شدی بگو در این شب خانه بگو بیا در این شب خانه بعد بلا نمیزنم نسوارش حتما خلاص شده بود من میگه ببینید کجای قالی نکنم تو نسوار که رفته کجا رفته؟ خب میره یا خانه او بیادر خود میره یا خانه او خورخونده ایش هست نه؟ خانه از او ها بچه بالا شدم مادر من میموندی که میره پشت مادر کلان بچه می جبر نیست چی گپ است؟ که پدرم تو کارا لازم نیست خب بیبی تاست پیدا میشه آخر میاد کجا میره گم نشده پسند کردم گفت رفته خانه خورخنده خلاص دیگه خب خونه مجاست دیگه مجا هست این میگه میرم که برم مادرم رو بکنم نه اما شماره خانه کاکایم شون اینا رو نداریم که پیش بیبیم بود شماره از اما یعنی حال زنگ میزدم دل ما جمع میشد خوب کار نکنید دختر گلم میای بیبی تا میای پیدا میشه منتها لازم نیست که مادر دینمی حالت پایان شه و یک کار سایکو دیگر سایکو یک جای خدا نخواسته نارام مادر جان تا که یاد میای بیچاره جوان بود از خانه نمیموندی بیرون شک والا زن جوان هستی تنها از خانه میبره حال که صبح دیگه صبح نواسه میشه هنوزم نه مادر میگم عبید گرفته پدرت میگه عبید گرفته برو یا عبید ما تنها روی میکنه گفتم که تنها نره هیچ ضرور نیست که تنها بره خیر تو میری که پدر چی گفت ما چی کنم بچه‌م دیو تو دیو تو چی کنی اورام نمیمونی خود دختره که میرفت خیره نه دخترها خونه هیچ ضرور نیست بچه پایش اوگار شده او دخترمون اصلی پایشو جاوگار شد این قیه نمیتونه کوی میره اونم جدم یک حکام وقت اینیام بیشه تلک گردن من تو خوب جای هست من میفهم یک کار یک چیز را میفهم نه من میفهم که یک چیز را میگم حالا اینو بیبی تاسو میایا دیگه چی از بچه مکو ضربه خوردی اما اول گفتی کمر و گردید بودم بغلک بود و پای تو زیاد ضربه خوردن پای ما گوش شده خیلی قضیات نشد ما قضیات اوگار چیز نشدیم زیاد زینای ما خاک دستش نکنه قضیه سر بالا خانمون از اول که جور میکرد گستاکار یارو ورد گفتم که یک ذره کم جور کو حالا یک فلز از ما چیز زیاد نیست یک فلز سر از بگو تندر از بچه هیچ جور نمیشه حالا امروز صبح کدر است ان بیادرک تا بگوی مگه جورش کنه
و باید بگویم تا رفتنش بخیر امروز جور خدا شکر کنه کم جای زیاد آگار نشده دیگر باش. نه دیگه دخترها احتیاط کرده بالا شوی که نمیشه بیخم آشپزخانه را پایان بریم به خاطر از دیگر هم میگه این پایان گردم. نه اصلا نمیکنم دخترها میگه چتل میشه خانه و جای ما نه رو تو دور جان از دست اینا رو کل پایین دیوالا یه شد. نه دیوارا یا باز راست میگه دیوالا را یکی میشه ارسد. اونجا بالا کاشی چیزا پات شد. چی کنی؟ کنم بیش مونده شده. ما کل خانه پل ما دختر بچه جان مادر خفت باشه وقتی که جلو میگیری که میکنه نسوار من میافی باید روزا بدرد نمیخوره نمدانه کرسی بان خوش میشه استفاده میکنی؟ خب خیلی میان نبود کلیم خراب بود دادانه کرسی بان خوش میشه نمیشه باید چون نمیشه نمیگم قنا وقت نمیشه باز میایم دیگه. خب سایدی برو خوب نسوار آورده مگه ولد تر نسوار آورده کما تخفوب زدنی نسوار بود اینم روای سرما باز کرد اتیا کیف کرد تو زدنی نسوار بود یا خدا این دختر بخیر ببینه این دخترک خوب پت مادر نگاه میکنه نه که اون دیوانه سرم دختر نگاه که دخترش مگریزه ورق پای میگیره که دخترم گریخته چی میگن؟ دل ما خود بد شده خانه شونگی میری بوی نسوار است بوی نسوار سینه همه تمی نسوار ترک کنه نمیکنم مادر. ترک کنه همیشه ترک کنه موره بگه ما دیخه دل ما رو بد کرده رودن ما در قمار که نباشه مثل گفتی اگم تو جنگ دعوا میکنه اونم دختر میخوره خدا دخترش با عزت و باقی داشته باشه دختر مرا خود زد گمراه کرد تاویز کرد جنبل کرد خدا چی کرد دختر مرا فرار داد کرد بچهش مادر میگم بچه کجاست هم جای کارش بگو که ما اونجا بریم حداقل دل ما جمع شده که بچه تو از خوار ما نیست نه من نمیفهم کجاست کل گپای زیاد رو کل دروغ اگه بگو بفهمم که بگو بچه تو خوار مرا فرار داده باشه بگو از این اولی فرار تا ندادم و مو خدایشه نه امید خاص بگو نگیرم بکشمشون خب بابای خوبش هست یارا بابای خوبش هست یک نسوار هم بزنم دمیا بابای خوبش اما که نسوار کیف میکنه کاری هست به نسواری رو امروز دیده بودم نمین چرنوز کم میزنم که خلاص نشه زود کده مادر نرا چیم چی میکنی دیگه هوای سرد اومدی؟ اما تو هوای سرد بسیار خوبش هست اما تو فضا خوبش هست همین خوشت میه خوب است حال چی پخته کنی در چاشت؟ چی پخته کنی؟ بچیم تو یک بیخی نسوار خوش خوردیم دفعه خود تو فشکو باز گپ بزن من نمیفهم اونم دکاندار داد دیگه خب بابا داد چی پخته کنی؟ کل شهر گشتی پس آمدی می چی پخته کنم پوره چی رفتی میکنی؟ گفتی ما بانجان میارم آل من رفتم پیسه یادم رفت اونم قبول بودم که نسوار گرفتم و کرای موتر شد باز بیخی یادم رفت دیگه اینا میای آخرش کجا میره جای نمیره یا خانه بیادر خود حال میره مشکل خب بیبی نیست مشکلی است که بیچاره رو نموندی تیار شده بود آماده شده بود اگر وار آواز داده بشه که اینم میایه خوش خاط بگه یار سگر سر معاملات تا ناغگی میکنن نه میشد خود قسم می بود ما زنگ میزدیم خوش که زنگ کنه یعنی خوب کار نیست قربان پدر یا خانه شراب میشد اگر قسم می بود باز بعد از پدر اول معاملات که نره خاط بگه یک چیز دیگه کنه که برو کنه میری تو نخاط سیاره برو میره باز یا تو ما کاتش میرم یا تو را که چی تو کنه خیر من خبر شد بانال ضرورت نیست که من برم مادر من میموندی منتها گفتیش نکو مادر مروان کو اما وقت تو خونه است که بیخی بدون مرد بیرون آمده باشه یا بدون اوبد رفته باشه بدون گفت اون نیست بچه گفت اون نیست که بدون چیز چطور چیکار نره آمور تو خوراک با لاغرک از چیز نمیشه تو نوبت بار سر اومده نه بازی یک لاغرک از چیز نمیشه خدا مرا نگاه کنه من رفته دوجه ما برم خیلی غم چیره بخوام من نموندم گل شوابی من میرم پیش مادر میرم مگم ضرور نمیدانم بچه هیچ ضرور نیست شما شلگی نکنید ضرور نیست شما شلگی نکنید بچه ضرور نیست یعنی اینجا کدام جای خدا نخواسته در خط گفته اول دفعه یادت نیست بچه جان پدرانو گفتم که امیر که تو باید گفتم بود دفعه یادت رفت که پاش کمک رخ شورده و چی بشه که سبندش که سبند کرد گشت این چی کدام گپ میشه باز بشه دیگه که زوم گفتم که پدر قناعت نمیکنه نه چیزی مشکل ما سر بیاب میکنن برو چیزی بیاد بده
کل تو میلیون ما که تبی کارتون هستی راستی نوبت شده دیگه این حال افتاده چی پخته کنم؟ حالا یه چی کار داره اولی از ماست میراث شریک است خوره. میراث دلش شریک از بچه. شریک مرا گفته که ما کدیم جنگ کدک میگه ده اینجا ما حق دارم. ای چق نداره حقش خلاص شده بچه دیره بچه من دلسوزی آوردم در پالی خود چاندم بودم از خاطر تنهایی من چه خبر است که این ما راستین بر ما برآمد من چه خبر که بچه لچک دانگایی کوشش نمی آورد دختر مادر. مرا بیراکت بوده چقدر اون وقت گفتیم منم یک وقت بابیت تو میگفت چی که همسایه های به خانه است که دادن اولید که بشین های به خانه من گپ بابیت قبول نمیکردم و راستی هم این که شد ما راستی شد های به خانه میشد باش که من کت از یمید کاردار نه رو ما نمیرم من بیرش کنم یه تو گپا بزنم من خدا اما گفتی اگم تا اما اودان شده دانش خش کنم هم کار خود کردن هم تانام میتن اما من بد کردم تا نهیشان سرماز خدای بابا به خراب کردیم باش که نمیرفته هیچ پیشش خود دمی سرش من چی میفهمیدم دیگه من اولین بار بود به خاطر تو یک موضوع رفتیم داخل خانه شد خانه زود تو بوی میده ولگه آدم دونجا زندگی کنه یا چه قسم زندگی داره حالا چی کردی دیگه کاسی دختر شده آشپزخانه چی میکنی؟ نه تیار همه چی میکنی بریم زندگی خدا خوشحال تیر میکنم ما رو مانده عذاب خدا خب برای چی پخته میگیری بچیم داره دیگه خب گفتیم من بریم بانجان میارم ما ششتیم تو گشنام است بهم دست دم دل که مشت مالش میشه از گشنگی میگه نان اینی گشنام شاید کنه این نسوار گشنه تا میکنه کم بزن نخواد که گشنام شه یعنی ما گشنه نشدیم هنوز میرم دیگه برنج که هستم برو هر چی پخته میگیری بچیم پخته که دیگه من دقیق اینجا خدا هفته هم بتم گمش که آب هوا بسیار خوب شست چی کنیم قغمه آن زن که خود غم درون ساخته شیشته تمام روز دخترم رفت بچه تو بود دخترم رفت بچه تو بود برنده پاسه که دختر خوب کرد که برد نبود برد خود دختر رفت بازار پشت که خونه بود خود دختر خود دست شگرف رفت بیا جان قبط شوشت بدم یک جگر خونت بدم بری که خونه کت نزنه جبه سرد آمده که یک قسم خانه کس یک قسم واقعا ای اسناد ای خدا تو چی کم بود داشتی نه روز ماست نه شب میفهم نه روزه گم و در گم است نه پیسه میسه پس که کمچه داری ما جور کنم تیر جور برو نه جور شد خیره از جور نمیشه از پیش مادرم بگیر نیست پیسه فهمیده اما پیسه را که دادی تا نمیره هر چی که میخری بخر عذر میکنم برچه بیرن جان نکنم مادر بیشی بیشی عذر میکنم جان بیرن جان نه که زن ماما جان نه که زن ماما خیر است پیدا میشه